إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره نوح علیه السلام سخن گفتیم. یادآور میشویم اینکه خداوند قومش را به طوفان هلاک کرد. هیچ ذریه غیر از ذریه نوح علیه السلام باقی نمانده بود. آن اندک مردمی که در کشتی با همراهیش بودند، خداوند برای آنها ذریه نداد. تنها ذریه نوح علیه السلام باقی مانده بود. خداوند اولین مراتب انسانیت را به واسطه آدم علیه السلام برگزید و مراتب دوم به واسطه نوح علیه السلام. جز ذریه نوح کسی نمانده بود. اهل ایمان تنها در زمین بودند. با مرور زمان زیاد شده در هر گوشه کنار زمین پهن می شدند و شیطانها مردم را از دینشان دور می کردند. کوشش می کردند تا دوباره آنها را به شرک برند. اهل زمین آن وقتها همه در توحید بودند، تا اینکه زمان آمد که قومی در جای از زمین با نام احقاف زندگی می کردند. این بین یمن و عمان بود. در بین این احقافی ها قومی بود با نام عاد. شرک در بین همین قوم پیدا شد. بت پرستی در آنها سر شد. خداهای غیر از الله را می پرستیدند. خداوند با آنها نبی از عرب فرستاد. پیامبران عربی اینها هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، صالح علیه السلام و پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. اولین پیامبر عربی این هود علیه السلام بود. خداوند او را بر قوم عاد که در زمین سرکشی کردند فرستاد. خداوند به پیامبرمان خطاب کرده فرمود: آیا بر تو قصه خبری قوم عاد نآمد که نآفریدیم کسی را در زمین مثل آنها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. از جهت قوت و توانایی و بهترین بیناکار و صاحب صناعت بودنشان خداوند هیچ مخلوق بهتر از آنان در آن زمان نآفریده بود. سپس خداوند به آنها نبی با نام هود علیه السلام فرستاد. او آنها را اول به یکتاپرستی دعوت کرد. همه پیامبران را وظیفه اولینشان دعوت به توحید الله ذوالجلال بود. وإلى عاد أخاهم. پیامبر از خود آنها بود، بیگانه نبود، از قوم آنها بود، برادرشان بود. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم انظروا للأسلوب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. آنها را تنها به یکتاپرستی الله دعوت میکرد، به سوی عبادت آن ذات. لیکن به آنها نگرید که چگونه به هود علیه السلام جواب گفتند، در حالی که او آنها را به خداوند با تمام اخلاق و آداب آشنا کرد. حتی به آنها قصه قوم نوح علیه السلام را گفته بود که پیش از آنها بودند و چگونه از روی زمین نابود شدند. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ای قوم، به یاد بیارید خداوند شما را قوت و نعمت داده است، بلکه شما را بعد از قوم نوح جانشین در روی زمین قرار داده است که آنها را به طوفان از روی زمین پاک کرد. به یاد بیارید این نعمتها را، شکر خدا را به جا آورید، خدای یکتا را پرستید، از شما چیزی نمیخواهم. با او گفتند: ای هود علیه السلام، مال میخواهی، ملک میخواهی، میدهمت. قال یا قوم لا اسألكم علیه اجرا. نه پاداش میخواهم از شما نه مال، فقط میخواهم خداوند یکتا را عبادت کنید. با اسلوب آنها نگرید که چگونه جواب گردانیدند به هود علیه السلام. قال الملأ الذين كفروا من قومه
ما نراك إلا في سفاهة وإن نظنك لمن الكاذبين. تو نادان هستی، تو دروغگو هستی. آیا هود علیه السلام به همان اسلوب به آنها جواب گردان؟ آیا به آنها گفت شما نادان و دروغگو هستید؟ هرگیز نه. قال یا قوم لیس بی سفاهة، من نادان نیستم، ولکنی، من تنها شما را نصیحت میکنم. من رسولی امین هستم. در من نادانی نیست و دیوانه هم نیستم، لیکن شما را نصیحت میکنم که از خدا بترسید و او را اطاعت کنید. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. قوم عاد در برابر پیامبرشان کبر ورزیدند، دشمنی کردند و گمان کردند که آن قوه‌ای که دارند مغلوب نمیشوند. واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. انظروا لقوتهم. و قوه آنها که به آن مغرور بودند نگرید. آره، یکی از بهترین حکومت و دولت بود در آن زمان، لیکن ندانستند که از آنها قوی‌تر وجود دارد. واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. آیا نمی‌دانستند قوم عاد به آن گروه سرکش و آن جماعت قوی که از آنها قوی‌تری هست؟ او آن ذاتی است که آنها را آفریده است و تمام چیزها را آفریده است. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. هود علیه السلام به نزد آنها آمد، نصیحتشان میکرد، پندشان میداد که خداوند به شما نعمتها داده است، قصرها و خانه‌ها بنا کرده اید که به آنها محتاج نیستید. با وجود این همه خدا را شکر نمیکنید؟ اتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. همه این نعمت‌هایی که نزد شما است، بناها، کارگاه‌ها، قصرهای بسیار، با وجود این همه به دولت‌های ضعیف، به فقرا، به مساکین دست درازی میکنید. از خدا بترسید، او را اطاعت کنید. نصیحتشان میکرد، پندشان میداد. از خدا میترسانید آنها را، ولیکن هیچ فایده ای نداشت. نزد هود علیه السلام آمدند، نبی ضعیفی که نه سلاح داشت و نه لشکر، مگر اندکی از مردم که ایمان آوردند. او را مسخره میکردند و میگفتند قالوا یا هود ما جئتنا ببینه وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك. سرکشی، تکبری، اصرار، انکار. وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنین. آیا این خدایان را میبینی که آنها را دشنام داده ای و در برابر آنها سخن ناجا گفته ای؟ سبب شده است که تو دیوانه شده ای. دیوانگی تهمتی آشکارایی است که بر تمام پیامبران زده می شود، و تمام داعیان و مخلصان. آسان است که آنها را تهمتی بر دروغ. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. همین خدایانند که تو را دیوانه گردانیدند. پس نبی خدا با تمام قوه و باوری به آنها جواب گردان. گفت ای قوم، انی بریء مما تشركون
بیزاری کامل. من از شما بیزارم، از دینتان و از آنچه می پرستید. من از تمام آنها بیزارم. امتی سرسخت، امتی متکبر. هود علیه السلام از آنها نمی ترسید، زیرا او یکی از انبیای الله بود. و سلاحی که هود علیه السلام تکیه میکرد نظر افکنید چی داشت؟ قال یا قوم انی بریء مما تشركون من دونه فکیدونی جمیعا. سلاحهایتان را جمع کنید، لشکرهایتان را و تمام قوتان را همه را جمع کنید. مرا ترسانیدن نمی توانید، نه یک دقیقه، نه یک لحظه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. چی قوه داشت هود علیه السلام که در برابر این امتی سرکش می ایستاد؟ با کدام قوه تکیه می کرد؟ چی قوه بود که هود علیه السلام با تکیه بر آن در برابر این امتی سرکش و طغیانگر می ایستاد؟ چی چیز بود؟ بزرگترین اسلحه او چی بود؟ ما هو؟ إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. همه جانوران و پرندگان، همه حیوانات و چارپایان روی زمین را رزقشان در دست کیست؟ پروردگار عالم. من چنین استوار در برابر شما ایستادم. چرا؟ زیرا من تکیه به الله ذوالجلال کردم، سلاح مؤمنان، سلاح انبیا و رسولان. توکل بر خدا، توکل بر خدا کردم، خدا بسنده و چی خوب شاهده. هود علیه السلام در برابر قومش قرار گرفت و از هرچی آنان میکردند هراس نداشت. قوم هود علیه السلام از او خواستند تا عذاب خدا را به آنها بیارد. بیار عذاب خدایت را. گمان میکنی که عذابی هست از جانب پروردگارت؟ پس نشانمان ده. میخواهیم ببینیم عذاب را. حد خدا را گذشتند. به هود علیه السلام گفتند فأتنا بما تعدنا. احمقی را ببینید. و او گفتند فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اگر راست میگویی میخواهیم عذاب پروردگارت را ببینیم. با دینی نو آمده ای و با خدای نو آمده ای. میخواهیم عذاب راش را ببینیم اگر راست میگویی. در این حال هود علیه السلام دستهایش را بالا کرد. قال رب انصرنی بما كذبون. همه انبیا هرگاه که از امتهایشان ناامید میشدند سوی خدای ذوالجلال میکردند. قال رب انصرنی بما كذبون. خداوند عزوجل به هود علیه السلام گفت قال عما قلیل. صبر کن ای هود، این مدت سالهاست اما نزد خداوند چیزی نیست. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. همین امتی سرکش روز پشیمان میشوند. این امتی طغیانگری که به مردم ظلم میکنند پشیمان میشوند. صبر کن ای هود. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. هود علیه السلام آنها را پند و نصیحت میکرد و اینکه روز آخرتی هست، زندگردانیدنی بعد از مرگ است، حیاتی دیگری هست، لیکن باورش نمیکردند، مسخره اش میکردند و میگفتند هیهات 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 لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. حالشان به مانند حال مردم امروزه است که میگویند زندگی همین است، تولد میشویم و میمیریم، حیاتی دیگری نیست بعد از مرگ، دوباره زنده نمیشویم، حساب و کتاب و عذاب هم نیست. در دنیا همان طوری که میخواهیم زندگی میکنیم.
هود علیه السلام خداوند را دعا کرد تا نجاتش بدهد. اولین عذابی که خداوند به آنها نشان داده بود این 3 سال کامل به آنها قطره باران هم نفرستاد. این مردمی سرکش در زندگی به زراعتکاری مشغول بودند و امیدشان به آب باران بود، اما باران نآمد. قحطی آنها را هلاک کرد. خشکسالی تمام سبزه ها را میرانید. زمین مرد، مالهایشان کم شد. آنها رو به سوی خداهایشان نمودند و از آنها طلب باران نمودند. این هنگام منادی را از آسمان شنیدند که ندا میکرد. این منادی از آنها سوال کرد که چگونه ابر میخواهید؟ آیا ابر سفید میخواهید یا اینکه ابر سرخ و یا ابر سیاه؟ این منادی را شنیدند. آنها 70 مرد از بهترین مردهایشان بودند. گفتند ما ابر سیاه میخواهیم. چی فرقی دارد؟ چون که آنها میدانستند که در ابر سیاه باران زیاد است، در آن آبی زیاد است. خداوند آنها را مهلت میداد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قوم هود بعد از آنکه خدایانشان را طلب باران کردند برگشتند. این هنگام به آسمان نگاه کردند که ابر می آید. آن ابر سیاه تمام آنجا را تاریک کرد. آنها از این خیلی شاد بودند. آنها گمان می‌کردند که این کرامت از خدایانشان است. کدام کرامات؟ در حالی که آنها کافرند. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. اولین کسی که عذاب را حس کرد زن بود. حس کرد که این ابر مانند دیگر ابرها نیست. گویا او میدید که چگونه آب از آن ابر میریزد. پس فرار کرد. از آن قشلاق عاد گریخت. از بین قوم هود گریخت. دانست که عذاب بر سر آنها می آید. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قوم فکر کردند که این ابر کرامتی از جانب خدایانشان است که بعد این که 3 سال زمین خشکید باران را فرستادند. دعوت پیامبرشان را قبول نکردند. از امرهای الله پیروی نکردند. سرکشی کردند و حتی پیامبرشان را خواستند عذاب بیارد اگر راست میگوید. اکنون عذاب آمد. ابر به آنها نزدیک شدن میگرفت و آنها از این ابر شاد و خرسند بودند. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. قوم هود علیه السلام آن ابر سیاه را به خوشحالی استقبال کردند. گمان میکردند که در آن خیری است. و بیرون برآمده شادی کنان میگفتند این همان ابری است که باران می آورد بر ما. این همان ابری است که آبها را بر ما می آورده است. این همان ریزقی است که چندین سال قطع شده بود. از خدایانمان پرسان شدیم این ابرها را بر ما فرستادند. گفتند این ابری باراننده است بر ما، لیکن عذاب خدا بود که شروع می شد. این هنگام شماری سخت آمد. همه در تعجب بودند. این حادثه است، شمال است، شمالی از حد سخت. نه تنها شمالی سخت بلکه سرد و خیلی خنک که به کردن درختان شروع کرد. آدمها را به هوا می برد، سپس آنها را به زمین می زد. سر از تن جدا می شد گویا مثل درختی پوسیده خرما باشند. و اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال
این شمال سخت از روز یکم شروع شد و تا آخری روز هشتم ادامه یافت. بین این روزها 7 شب بود. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. مردم در روی زمین افتاده بودند. مردم به خانه ها پنهان شده بودند. خنکی آنها را کشت. خنکی هلاکشان کرد. شمال سخت و هلاک کننده. عجیبی در آن است که در خانه ها در نزد آتش های سوزان بودند، اما خنکی آنها را هلاک کرد. کجاست قوه آنها؟ کجاست غرور آنها که در برابر عذاب خدا بایستند؟ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما أتت الريح على شيء. شمال بر هر چی که می رسید او را می کرد، پاره می کرد، حتی که چیزی باقی نماند. این است یکی از لشکرهای الله. این امتی که سرکشی و نافرمانی کردند، شمال آنها را به هوا برداشت، سپس به زمین زد تا سرهایشان از تن جدا شدند، جسمهای بیجان در روی زمین. فهل ترى لهم من باقیه. آیا کسی از آنها باقی ماند؟ هرگز، جز هود علیه السلام و اندکی که ایمان آوردند. ما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد. انکار کردند آیتهای الله را، نافرمانی پیامبران کردند و از هر سرکش و متکبر پیروی کردند. کجایند آنها؟ خداوند به آنها چی کرد؟ این امتی که سرکشی کردند و گمان میکردند که با قوت ترین کسانند در روی زمین. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. آیا آثاری از آنها باقی ماند؟ آیا از آنها چیزی باقی ماند؟ خداوند نابودشان کرد. هر امتی که سرکشی از فرمان خدا میکند و نافرمانی رسولانش میکند و در روی زمین کبر میورزد، این است سزایش. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آیا ندیدی ای محمد که چی کرد خداوند عزوجل به آنها؟ نابودشان کرد. الله این قصه را در قرآن ذکر می کند تا اینکه این امتان سرکش و این دولت‌های ظالم که گمان می کنند که در روی زمین قوه نیست که در برابر آنها است. یک لشکر از لشکرهای خداوند یک امت را هلاک کرد که هیچ آثار و نسلی از آنها نماند و الله ذوالجلال هود علیه السلام و اهل ایمان را نجات داد و همه کافران را هلاک کرد. در برنامه آینده به خواست خدا درباره امتی که کوه‌ها را مسخر کرده بودند، از کوه‌ها خانه ساخته بودند، 1000 ساله ها تا این جانب آثار آنها وجود دارد. قصرها و خانه‌هایشان در کوه‌ها تا این دم وجود دارد تا اینکه عبرت بر امتی آینده باشد. این کدام امت است؟ این کدام قوم است که بعد از قوم عاد آمد؟ کیستند آنها و الله ذوالجلال کی را به آنها فرستاد؟ نبی خدا صالح علیه السلام بود. این نبیه که خداوند به این امت فرستاد چی گفتند با او؟ چی کار کردند با او؟ و چگونه آنها را خداوند عقاب کرد؟ این است موضوع در برنامه آینده موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص